میخوام برم کوه شکار آهو تفنگ من کو عزیزم تفنگ من کو بالای بومی کفتر پرونی شستت بنازم عزیزم خوب میپرونی روی چماهت تیره نگاهت برده دل از من عزیزم چشم سیاهت بالای پشتی عاشق رو کشتی با خون عاشق عزیزم نامه نوشتی هردم بگردم دره به دره مانند آهو عزیزم گم کرده گله چی شده از راسوهای بد بود؟ چی شده که ساکت نشسته اید ها؟ زنگ ورزش است اوستا. ورزش خیلی چیز خوبی است. ورزش بود مرد را راستی بگذارید یک حکایت برایتان بخوانم تا به جایی که بروید دو کنید. یعنی چی استاد؟ ما دوست داریم ورزش کنیم. یعنی چی دوست داریم؟ باران دارد میآید بیرون. برو خودت را بپیچان. کجا باران میآید؟ بی‌ادب. یعنی چی برو خودت را بپیچان؟ بروید خودتان را بپیچانید استاد. بروید خودتان را بپیچانید استاد. آفرین. حالا الان باران میآید یا نه؟ بله همانطور که مشاهده میکنید یک توده هوای ناپایدار از سمت غرب به سمت شرق در حرکت است و بارانها تا 2 روز دیگر ادامه خواهد داشت. آفرین. اگه یک بار دیگه مخالفت کنید همین توده ها را از شرق به غرب همچین در حلقومتان فشار میدم تا باران از چشمانتان بزند بیرون. حال حکایت را بشنوید. مردی بود که کمانی در دست داشت و آن را میکشید. نه این میکشید که نه، مگر سیگار است. کشیدن اینجوری این گونه. ببخشید میشود همینجا ورزش کنیم؟ آخر ما باید تحرک داشته باشیم تا چاق نشویم. ساکت باش عنکبوت با اون صدای نخراشیدت. اصلا گیرم که چاق بشوید. کلی راه برای لاغر شدن وجود دارد. اصلا حال که این گونه است. برایتان حکایتی میخوانم که دیگر چاق نشوید. ای بابا ساکت خاموش. عزیزم تکلیف ما رو روشن کن بعد برو سراغ داستان بعدی. یس ببخشیده. مردی کمان به دست تیر را ول کرد و بعد رفت به کارش. اما حکایت اصلی روزی روی شانه های مردی به نام ضحاک 2 مار سبز شد. کمک کنید. کمکم کنید. مار. بله بدین ترتیب طبیب را بالای سر ضحاک آوردند. چیزی نداری؟ نه هنوز چوب بستنی اختراع نشده است. باز طبیب روی شانه های من مار سبز شده است. لوزه منو معاینه میکنی؟ واقعا؟ نمیبینی؟ ندیده بودم. قربانت گردم. شما بسیار چاق شده اید. این مارها نیز به دلیل انباشت چربی در بدنتان به وجود آمده. اگر میخواهید از چران خلاص شوید باید بروید به سمت سوی تناسب اندام. رژیم غذایی اصلا امکان ندارد. من رژیم غذایی نمیگیرم. اصلا با من سازگار نیست. هر وقت رژیم غذایی میگیرم پوستم چروک میشود، موهایم میریزد. طبیب جان خالی میبندد، نمیتواند جلوی شکمش را بگیرد، هی میلنباند. میذارم توی دهنت راه. نه هرگز من رژیم غذایی نمیگیرم، پوستم خراب میشود. آیا از چاقی خود رنج میبرید؟ آری. آیا نمیتوانید جلوی شکمت را بگیرید؟ آری. آیا همش میلنبانی؟ بله هی میلنباند.
آری. بسیار خوب، ما جراحی لاغری را به شما پیشنهاد میکنیم. چه جالب. من توصیه نمی کنم، عوارض دارد. حرف نزن، بگذار ببینم چه میگوید. بگو. ضحاک جان، 2000 سکه به حساب بریز فردا به کلونی که من بیا. 2000 سکه طلا. بیمه قبول نمی کنم. لطیفه جالبی در مورد بیمه گفتی. خب پس فردا با پول نقد به کلونی کم بیاد. 8 صبح منتظر شما هستم. باشد میاییم. ولی من توصیه نمی کنم، عوارض دارد. خفه. راست میگوید پدر، عوارض دارد دیگر. تو هم خفه. صبح میرویم. مطمئن این کار جواب داده و من از شر این مارها خلاص میشوم؟ خیالت راحت باشه، ما با این جارو برقی تمام چربی های بدنت را هورت میکشیم و شما درست میشوی مثل روز اولت. نه قلیون. عوارض خاصی ندارد؟ نه عوارضی ندارد. چند مورد مرگ داشتیم، بیریختی شکم و عفونت های شکمی هم بوده است، ولی تو نگران نباش، بخواب و وضعیت بگیر. باشد. اجازه استاد، ما داستان ضحاک را خوانده ایم، دارید خالی میبندید. خالی هم مغزت میبندد که درونش هیچی نیست. این ورژن جدید ضحاک از 2015 است. القصه ضحاک لیپوساکشن نمود، اما مدتی بعد دوباره رفت به کلینیک. وای ای مرد، وضعم به روز اول بازگشت است. شکم من عفونت کرد، از 3 روز در کما بودم. میکشمت، من داشتم میمردم. خب پدر من، جای این همه کارها کمی جلوی آن شکمت را میگرفتی. میزنم نصفت میکنم مردشور تو را با آن روش‌هایت را ببرن. میکشمت. خیالت راحت باشد، من روشی دیگر برای تو دارم که تمام بدنت را لاغر میکند و مارهایت را هم هورت از بین میبرد. چه روشی بگوی تا بدانم. یک بالون در معده‌ات فرو میکنم، تو اشتهایت کور میشود، غذا کمتر میخوری و هی لاغر و لاغر و لاغرتر میشوی. هزینه‌اش چقدر میشود؟ برای تو میشود 10 سکه. فردا صبح بیا کلینیک. باشه برویم بله، این عمل نیز انجام شد. مدتی گذشت، حال ضحاک بد شد. دستور داد مرد موفرفری را آویزان بیاورند آنجا. توضیح میدم. توضیحی داری بدهی؟ اف بر تو باد. بلای سر ما آورده ای که لاغر نشدیم هیچ. مارها و خودمان حالت تحول گرفته ایم. ضحاک جان، تازه بهترین روش دنیا دیروز کشف شده است. فردا بیا کلونیک، خودم ردیفش میکنم. خطرناک نیست؟ عوارض ندارد؟ نه خیالت راحت باشد. فقط 2000 سکه به حساب بریز و صبح زود کلونیک باش. من همه چیز را درست میکنم. من این مقدار پول ندارم ولی میایم. این عمل بای پس معده است. به زبان ساده تر بگویم، ما قسمت خروجی و ورودی بدن را به هم نزدیک میکنیم و مریض لاغر میشود. صبر کنید، یک فکری دارم. میگویم اول پسر من عمل را انجام دهد. اگر جواب داد بعد من این کار را انجام میدهم. یعنی چه که پسرم عمل را انجام دهد؟ به من چه؟ من نمیخوام عمل کنم. نزن پسر، بیا ببینم. بخواب حرف نزن. بخواب. من پاهایش را نگر میدارم تو عمل جراحیت را بکن. طبیب، من هیچ مشکلی ندارم، من نمیخوام عمل کنم. نزن. وضعیت بگیر. بله، این عمل نیز انجام داده شد و پس از چند روز منجر به ترکیدن کامل پسر ضحاک گردید. ضحاک مار به دوش با شمشیری برهنه به کلینیک آمد، ولی کسی آنجا نبود. کجایی مرد کلاهبردار ها؟ کجایی تا نسوت کنم؟ عمل وایپاس معده میکنی؟ میکشم من. ای ضحاک نادان، بدان که لاغری و تناسب اندام راهی جز ورزش و تغذیه صحیح ندارد. خوشحالم که توانستم با فریب دادنت پولهایت را ببرم. برو با مارهایت خوش باش. معده‌ام کوچک نشد که هیچ، مارها از بین نرفتن که هیچ، خزانه هم خالی شد. میکشم. عجب مارهایی بر دوش داری. یه دور بزن ببینیم. یه دور. اوه مای گاد. تو دیگه چه هستی؟ بهرام عقاب هستم، صاحب سیرک بزرگ. تو با این مارها جا میدهی برای دلقک بازی ها؟ دلقک بازی؟ من دلقک بازی؟ روزی 1 کیسه طلا بهت میدهم. 1 کیسه طلا؟
چه باید بکنم؟ فقط یک چند تا ادا برایم در بیاور. تقلید صدا بلدم. پدر پسر شجاع، پسرم بیا صبحونت رو بخور. سلام مردی، خدای لعنتت کنه مردی. میمون خوبی هستی، تو استخدام شدی. بله این گونه بود که ضحاک آموخت لاغری با جراحی هیچ فایده ای ندارد جز ضرر. این بود حکایت امروز ما. به نظر من ضحاک و ما رو همه اینها دروغت دارن خالی میبندن. خانه میبندم؟ بی ادب. این بلیت همان سیرکیست که ضحاک درونش هنرنمایی میکنن. میخواستم همه تان را ببرم تا عبرت بگیرید، ولی چون تو مرا باور نداری این سکل پوک را با خودم میبرم. من همین الان به آن باور رسیدم. مرا نه دیگر عجیجم خودگلم اتقم فایده ای ندارد. تو بمان همینجا را تمیز کن. بلنشید بریم. تمیز کن. تمیز کن. من سیرک میخوام. من سیرک میخوام. من سیرک میخوام. مرا ببرید آقا. برو سر جایت. برو دیگر این بر نیاییدا. کتاب های درسیتان آماده نشده است. میخواهم برایتان یک حکایتی بخوانم. عالی. ساکت. روزی دو مرد با یکدیگر درگیر دعوا بودند که یک لحظه صبر کن. عذر میخوام. شما چه کسی رو زده اید که ما نزدیم؟ سلام نوگلان من. سلام ناظر. بچه ها آنچه من میبینم شما هم میبینید. کتاب های درسی من آماده شد. جیغ و دستتون دورا. باشید آرام. این کتاب حکایت های جدید قرار است تا کتاب های درسیتان آماده شود از این کتاب برایتان حکایت گفته شود تا حکایتدانتان پر شود. آری ممنونم. خدا نگهدار. کتاب درسی هست ها؟ حال گوش کنید آختان حکایت جدید. خب روزگاری دیوی به روی سنگی افتاده بود و سنگ ناله میکرد. من له شدم دیو من ها له کرد. ببخشید هول شدم. سنگ روی دیو افتاده بود و دیو ناله میکرد. کمک! به دادم برسید! وای! یکی به دادم برسد! چه شده دیو زشت؟ مشکلی پیش آمده؟ لوزم چرک کرده! مگه نمیبینی؟ تخت سنگی به این گندگی افتاده از رویم! کمک کن برداریم! باشه خوب شد راضی هستی؟ آری. بگو لایک بلند شد. خب بسیار خوب حالا دیگه برویم. آقا سب کن. آقا ما تکی باید هم دیگر را بزنیم. شرمنده شما دو را فراموش کردم. آن دو نفر افتادند و مردند. برای خودمان متاسفیم. دنبال من راه افتاده ای برای چه؟ ای مرد تو کار نیکو کرده ای. سه آرزو بکن من آنها را برآورده کنم. بسیار خوب. می شود تورم را متوقف کنی رشد شاخصهای اقتصادی را دو رقمی بنمایی؟ شرمنده خیلی سخت است نمیتوانم. آرزوی دیگری بکن. لااقل ساخت و سازهای غیر قانونی را در منابع طبیعی متوقف کن. نه مرد اینها را من نمیتوانم. برو هر موقع آرزوی خوبی کردی به من میسکالی بزن تا من ظاهر شوم. الان شماره‌ام را در گوشیت بنه. بسیار خوب بگو. صرف هیچتن و مسته؟ هیچتن مسته ما نداریم که. ما داریم بزن. هیچتن مسته خب. 3-0. رانده است. آری اما سرعتش کنده است. مرد شماره دیو را سیو نموده به خانه بازگشت، اما چشمتان روز بعد نبیند. ای پسر خز، این جعبه سیگار چیست در دستت؟ چه میکنی؟ پدر آنها سر کوچه پیدا کردم. ای روان پریش دروغگو، حالا من آنقدر تو رو میزنم تا صدای عنکبوت بدهی. پدر خواهش میکنم بدین ترتیب مرد چنان پسر را کتک زد که همکنون مجلس شب هفت آن مرحوم در چلو کبابی آنور خیابان مشغول به برگزاری است. ایول چلو کباب،
برویم چلو کباب بخوریم. اگر بلند شوی چلو کبابت میکنم. بله، حکایت را از آنجا پی میگیریم که مرد رفت چوب بیاورد تا بچهش را بزند. نشو بابا، من همه چیز را بر تو توضیح خواهم داد. مرا نزن. چوب خودش آمد. بابا تو ای مادر، باید تو رو بزنم مه کنم چون چی میکنی ای مرد؟ دارم بچه ما رو از بیخ ادب میکنم تا دیگر سمت و سوی اعتیاد و دود و اینها نرود. این که دیگر راهش نیست، خشونت جواب نمیدهد، جای آن راهنماییش کن. چی گفتی؟ راست میگویی. الو دیو زشت، بیا واسه آرزو. آمدم. آرزویت را بنما. گویی فرزندم معتاد گشته است، او را نجات بده همه عمر. معتاد گشته است؟ بابا این دیوانه چه میکنی ای دیو؟ بابا اعتیاد که جرم نیست، بیماری است. جای برخورد فیزیکی آگاهش کن. آگاه؟ آرزو میکنم که او را با مواد مخدر آشنا کنی تا بداند که چه بلایی بر سرش میآید. باشد. بیا این شاهدانه است، مواد مخدر است، اعتیادزا است، طرف اینها نرو. دیو خنگولش، این در زمان شما اعتیاد آور بود، در زمان ما شوخی بیش نیست. برو در مورد شیشه و کرک و کریستال تحقیق بسیار کن، بعد بیا آنها را آموزش بده. باشد. اجازه؟ من در مورد شیشه اطلاعاتی دارم. میخواهید به دیو بگویم؟ تو یعنی در مورد شیشه یعنی معتادی؟ جان خودم شیشه در رو پنجره را میکنم. پس چرا دیر کردیم؟ الان میآید. بلند شد دستت رو نگاه کردی. چرا؟ نمیدانم چرا. دستش رو نگاه کرد. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. اینها را پیدا کردم، رویش تحقیق کردم، خیلی خطرناکه. سراغ اینها نرو. ای بابا، این که فایده ای ندارد. بچه باید دقیقاً بداند که مواد چه بلایی به روز شخص می آورد. اگر اینجا یک نفر معتاد میشد خیلی خوب بود. بچه دقیقاً میدانست که مواد مخدر چه ضرری دارد. چه فکر بکری؟ بسیار فکر عالی کردی. ای دیو زشت، آرزو میکنم معتاد شوی. جانم؟ میخواهی همان شاخص اقتصاد را برایت بالا و پایین ببرم؟ نه معتاد شو. این برام مر؟ معتاد شو. همه ای بابا. دیدی عاقبت اعتیاد رو ببین. دیدی چقدر زشت است؟ به سرش آمد. اعتیاد است، دیدی مادر؟ بله جانم برایتان میگفت دیو برای آشنا بودن فرزند آنها با مضرات اعتیاد خود نیز معتاد شد. اند معتاد. فرزندم میبینی این عاقبت اعتیاد است، پس هیچ وقت به سمت دود و مواد مخدر نرو. حتی دیو که هم باشی ها در مقابل مواد مخدر مار میلکی بیش نیستی. این زمانی برای خدا شاخی بود، ولی الان چه؟ ببین دوستانش ولش کردن، از محل کارش هم اخراج شده، تازه همسرش هم ترکش کرده. همسرش؟ بله. ولی او که خبر نداره. خبر نداری، خودم خبر دادم، استادم بهش. از ساعت که برسن، الان میرسن. بیا رسید. خاک بر سر معتادت، همه دود مرکبه رفته، طلاقم را میگیرم. چی گفته داشت؟ همسرت رفت محکمه تا طلاقش رو از تو بگیرد خلاص شود. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خب نجار حرفت را بزن، چه ای میخوایی؟ نیکو خساد، من نجار سر این کوچه‌ام. صبحی پاکت سیگارم از جیبم افتاد، گویی پسر شما به اشتباه آن را برداشته، بدهیدش بروم. پس پسرم راست گفته. پس پسرم به سمت اعتیاد و مواد مخدر نرفته است. بگیر برو. شما درد نکنه. خدای شکرت. پسرم بیا تا با هم به بوستانی برویم و در آنجا با هم اسکوتر سواری کنیم. بس من چی؟ کی منو ترک بده؟ من گناه دارم جونه. بله، نتیجه اخلاقی این که باید فرزندانتان را با آگاهی و محافظت از این بلای خانم منصور دور کنید، همطور که ما این نکبت را داریم دور میکنیم. سلام نوگلانم. چه میکنی مردک؟ آن هم با برادرزاده من؟ مگر برادرزاده شماست؟ آخرین اطلاعات خیلی زیادی در مورد مواد مخدر دارد. عموی عزیز، من داشتم در مورد شیشه در و پنجره حرف میزدم.